10 سال دیگه هم بگذره کارفرما همون انتظار ارزون کار کردن رو از تو داره. Hi guys, how's it going? حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. تصمیم گرفتم یه ذره دوستانه تر باهاتون حرف بزنم چون که قرار تجربیات شخصی خودم رو بهتون بگم. چیز خاصی قرار نیست اینجا بگیم و رفاقتی طور باشه این چنلمون یه ذره بهتر. خب دوستان، موضوع این ویدیومون در مورد اینه که مفت کار نکنید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما چنل رو سابسکرایب کنین، لایک کنین اگه دوست داشتین ویدیو رو، و هر کامنت و نظری که داشتین زیر پست بنویسین برام که توی ویدیوهای بعدی بیایم در مورد اون چیزایی که شما میگین و دغدغه شماست بیشتر حرف بزنیم. موضوع امروز اینه که مفت کار نکنید. خب الان یه قضیه‌ای که هست، ببینید میخوام بهتون بگم با مفت کار کردن شما چه اتفاقهایی توی این مارکت داره میفته و چه چیزهایی در آینده اتفاق میفته براتون. ببینید یه پروژه‌ای هست، کارفرما میاد این پروژه رو به شما پیشنهاد میده یا به آقای ایکس پیشنهاد میده که آقای ایکس 10 سال تجربه کار داره و 10 سال داره برای این تخصصش زحمت میکشه. خب آقای ایکس مثلا میگه 10 میلیون تومان، بعد میاد اون پروژه رو به شما پیشنهاد میده، شما چقدر میگین؟ 2 میلیون تومان. خب پروژه رو اصلا فکر کنید شما میگیرین، یعنی پروژه رو میده به شما و شما کار میکنین و امیدوارم که موفق هم باشین. ببینید با این کارتون دارین چی کار میکنین؟ با این کارتون دارین زحمت 10 ساله آقای ایکس رو هیچ میکنین، یعنی رسما صفرش میکنین، چون 10 ساله داره برای این قضیه زحمت میکشه و دیگه تجربه 10 سالش رو نمیخواد مفت ارائه بده و اون همین تو بیکار میمونه و پروژه پخش میشه بین یه سری افرادی که سطح کاری پایینتری دارن و خب کار میکنن و دید کارفرما به کار یک 3D آرتیست یا یک CG آرتیست کاملا عوض میشه. یه چیزی که هست، یه سری‌ها مثلا دغدغه‌شون اینه که میگن آقا ما این پروژه رو مفت بگیریم یا ارزونتر بگیریم، پروژه‌های بعدی هم بیاد، از یه برم بیکارم نیستیم دیگه. این یه پیامدی داره براتون. تو الان یه پروژه‌ای رو ارزون کار کنی، 10 سال دیگه هم بگذره کارفرما همون انتظار ارزون کار کردن رو از تو داره و براش مهم نیست چقدر تو این 10 سال زحمت کشیدی، چقدر آموزش دیدی، چقدر موندی پای سیستمت، کمرتو گذاشتی، گردنتو گذاشتی پای این کار و میشی همون آقای ایکسی که چند سال پیش نمیتونست پروژه بگیره و الان تو هم نمیتونی دیگه پروژه بگیری. این یکی از قضایاش. ببینید یه مثال میزنم براتون. شده برید دندون پزشکی، بعد مثلا میرین پیش دندون پزشک میگین آقا من یه دونه مثلا عصب کشی دارم، ایمپلنت دارم، ایکس دارم، ایگرینگ دارم، مثلا بهتون بگه 5 میلیون تومان. شما 10 تا دندون پزشکی دیگه هم برین بهتون نمیگن 500,000 تومان، 2 میلیون تومان. نهایت داستان اینه که ذره آشنایینا باشی بیاد 200 300 500,000 تومان برات کم کنه، ولی توی دنیای سی جی این اتفاق نمیفته. هممون شنیدیم که اغلب بهمون میگن بابا کاری نداره برات دیگه، 2 تا کلیک میزنی. اگه بیای این جمله رو ریشه یابی کنی، ریشش به جایی برمیگرده که ما 3D آرتیست یا CG آرتیست ها اینو ایجادش کردیم و اونقدر مفت اومدیم کار کردیم، طرف فکر میکنه که واقعا کارمون کار سختی نیست. یعنی مثلا تو میای نهایتا 2 تا کلیک میکنی، یه نرم افزار رو پای سیستم نشستن ببند بره، تموم میشه داستان. ولی واقعا اونطوری نیست داستان، واقعا اونطوری نیست. ببینید الان یه دونه طرز فکری که هست، فکر میکنن که جامعه CG آرتیستی مهندس نیست، در حالی که یک سوالی که از خودتون بپرسین به جواب این داستان و عمق فاجعه این داستان پی میبرین اینه که آقا وقتی که یک پلانی به تو داده میشه، میگه آقا بیا این پلان نماشو برام بزن. چه اتفاقی میفته؟ تو پلان رو وقتی که ایمپورت میکنی باید بشینی فکر کنی، دیزاین کنی، ایده پردازی کنی، اینو بیاری اونو ببری تا یه طرح خوب در بیاد، یه مدل خوب در بیاد، بعد بیای اون رو دیتیل مدلش کار کنی و بعد رندرینگ و متریال و نور پردازی و خیلی کارهای دیگه. پس تو
مثل یک مهندس باید اینو دیزاینش کنی، باید طراحیش کنی اینو. پس قدر کارتو باید بدونی. این مفت کار کردنه یه مریضیه که الان توی جامعه ما اونقدر رواج پیدا کرده که اصلا سر و ته نداره. بارهای بار برای خودم این اتفاق افتاده، پروژه بهم پیشنهاد شده، مثلا گفتم آقا من این پروژه رو میزنم فلان تومن، کارفرما اومده گفته ای بابا چه خبره آقای خضری، چرا اینقدر همکاراتون میگن اینقدر ما کار میکنیم، فلان چیزم اضافه میدیم روی کار. نمیدونم، حالا بایستین من میکمو بزنم این ور. واقعا من نمیدونم که چه جوری این اتفاق میفته، ولی ببینید این کار ما، این ارزون کار کردن و مفت کار کردن، علاوه بر چیزایی که بهتون گفتم، نکته بد بعدیش اینه که کارفرما الان دغدغش شده تاییدیه نقشه از نظام و از شهرداری گرفتن و این تاییدیه ها رو گرفتن و خرید مساله. یعنی وقتی یه کارفرما یه پروژه‌ای داره این سه تا دغدغه رو داره. میدونی چرا؟ چون با خودش فکر میکنه، میگه ببین اولا اگه بخوام دیزاین بدم، خیلی مرام خرج کنم بدم یه نفر اینو برام دیزاین کنه، بنام برام کار نکنه، کلا این همه 3D آرتیست هستن که با قیمت‌های پایینم کار میکنن، نهایتا پروژه رو میگم فلانی کار میکنه، یکی دو تومن هم تو میدم بره. یعنی دغدغش نیست دیگه، اصلا براش مهم نیست واقعا. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر من و شمایی که میایم رایگان تقریبا کار میکنیم، مفت کار میکنیم. یک چیزی که هست این وسط و نکته بعدی، یه سوالی دارم، چند سال وقت گذاشتی برای این که بتونی یه کاری رو فاینال کنی؟ هممون ساعتها آموزش دیدیم، سالها وقت گذاشتیم، تمرین کردیم، خراب کردیم، 100 نفر از دوستا و دوروبریامون بهمون گفتن بابا ول کن، این برایتون اون آب نمیشه. باز ما نشستیم پاش، زحمت کشیدیم، کمر گذاشتیم، گردن گذاشتیم پای این قضیه. بچهای سی جی آرتیستی رو بریم ببینین، همه یه قوزی دارن، ولی میایم چند سال زحمت و کار کردنمون رو مفت میدیم میره. چرا این اتفاق میفته واقعا نمیدونم، ولی این چیزهایی که دارم میگم پیامدهایی که بعدش قراره بیفته. تو بعد این داستان هم نمیتونی پروژه خوبی رو بگیری یا کار کنی، چون کارفرما ازت این انتظار رو داره. و فارغ از اون 10 نفر جمع بشن که دارن مفت کار میکنن، ناخودآگاه این زمینه ذهنی ایجاد میشه که پول زیادی نمیخواد دیزاین کردن و 3D زدن و فلان اینا، و این برای تمام جامعه سی جی اتفاق میفته. دغدغه هممون شده زبان خوندن و انگلیسی یاد گرفتن که بله که بتونیم یه پروژه خارجی بگیریم، یه پروژه اروپایی بگیریم که با دلار پول در بیاریم، که اونم نمیتونیم بگیریم. در اون حد گل و بلبل نیست که تو راحت بری بگیری و بیای بگی به به در اومدم دلاری شد ترکوندم. نه بابا اونطوری نیست، اصلا اونطوری نیست. و واقعا میخوام ازتون خواهش میکنم که مفت و رایگان کار نکنیم. برای زحمتی که کشیدیم، برای وقتی که گذاشتیم، برای کمردرد و گردن درد و چش درد و ضعیف شدن چشماتون و فلا اینا احترام قائل باشین. برای اینها بذارین شغلتون که الان سی جی آرتیستیه و واقعا شغل سخت، پر دیربازده و پر زحمتیه، تحت عنوان شغل شناخته بشه. بهتون بگن مهندس. تو جامعه ای که کلمه 3D آرتیست یا CG آرتیست رو بلد نیستن، بهتون بگن مهندس، بهتون نگن 3D کار. طرف 3D کاره، میدیم مثلا کارو میزنه. در حالی که اینو اگه بیای در نظر بگیری، مهندسایی که مجری ساختمونن با اینکه تخصص دارن و زحمت کشیدن و فلان و فیسار و بهبدانش کاری ندارن. یه مجری ساختمون چی کار میکنه؟ تمام پروژه‌شو که خودش نمیزنه، چند تا کارگر استاکار و فلان و فیسار اینا میان سر ساختمون، اونا کارو میکنن، این نظاره‌گره، فقط میبینه کارو، میگه اینجا رو اینطوری کن، اونجا رو اینطوری بزن، رنگ اونجا رو یه بار دیگه بزنین روش. ولی اون مهندسه، ولی تو نیست. برمیگرده به کجا؟ از اون
10 الی 12% که مجری قرار از ساخت پروژه بگیری 1% 2% کم بشه کارو نمیگیره. ولی شما یا من یا ایکس یا ایگری با 2 میلیون هم کار میکنیم، چیزی نیست یه برحال میشینیم 2 تا کلیک میزنیم و این همه راهی هم که رفتیم تا یاد بگیریم با 2 تا کلیک کارو در بیاریم هم هیچ دیگه. اونا خلاصه که جملات آخرمو بگم بهتون، خواهش میکنم مفت کار نکنین، برای خودتون احترام قائل باشین، برای شغلتون احترام قائل باشین، بذارین شما رو هم با دید خوب ببینم، با دید مهندس ببینم و خیلی مخلصم.